طبق نقشه شعبه معارف شهر ترسونزاده میان مؤسسه‌های تعلیمی برگزاری آزمون حربی ورزشی وطن پرور جریان دارد. آزمون مذکور در مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 10 جماعت دیوت ریگر دایر شد. در آن 7 دسته از 7 مؤسسه‌های حدود دیوت ریگر و جماعت دیوت پختاباد شرکت کردند. خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی طبق شرط‌های آزمون از قبیل تیرپرانی، صف‌آرایی حربی، تورنیکشی، سنگ‌پرتویی، بندکشی و دیگر شرط‌ها برآمد کرده خال‌های سزاوار را صاحب شدند. بعد پرسیلا میگیرید. من نگاه کنید. من اینجا نوشته که من ای 4 تا 10. فهمیدید می؟ همین 30 میشه. من این لینیا قطع ببینید. من پرسیل دارد من حرف شی میکنم. یکمیش نشون میکنم. 3 تا تیر میکنم. همتون دا. شما حرکت میکنید همین 30 و 10 اچکا این کلانش اینجا دارد. فهمیدید می؟ 10 نباشتم 8 9 زدم در کن. باید گفت که این آزمون با افتخار 25مین سالگرد روز تأسیس یابی ارتش ملی جمهوری تاجیکستان راه اندازی شد. واقعا هم قواهای مسلح یکی از رکنهای واقعی اساسی و مهمترین دولت سپری با اعتماد وطنمان میباشد که هنوز در آغاز به استقلال رسیدن کشور عزیزمان تأسیس گردیده راه خیلی مشکل و سنگین تاریخی را طی کرده است و حالا قادر است امنیت دولت و ملت و حفظ مرز و بوم کشور را پورا تامین نماید. ارتش ملی ما در وضعیت بسیار وزنین سیاسی و اقتصادی کشور تأسیس داده شد ولی در نتیجه تدبیرهای منتظم اندیشیده حکومت مملکت مرحله به مرحله استوار و قوی‌تر گردیده امروز با کادرهای صاحب اختصاص و صاحب دانش و ملکه بلند کسبی تکنیک و تجهیزات معاصر تامین میباشد و به نیروی منتظم دارای جزو تامهای زمانوی تبدیل یافته است. هیئت شخصی قواهای مسلح در طول سالهای صاحب استقلالی برای حفظ دستاوردهای استقلالیت، اعتدال وضع سیاسی و نظامی، پشتیبانی صلح و آرامی و وحدت ملی، مبارزه بر ضد عصیانگران خیانتکار، گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی و دیگر دسته‌های مسلح جنایتکار فداکاری و مردانگی زیاد نشان می‌دهند. بیشک برگزار نمودن چنین چاره‌بینی‌های اهمیت وطن پرستی داشته در ضمیر هر یک نسل نورس حس وطن دوستی و خویشتن‌شناسی و خودآگاهی ملی را بیدار می‌سازد. چطوره که میدانید بخش به 25مین سالگرد ارتش ملی جمهوری تاجیکستان امروز در مؤسسه تعلیمی رقم 10 در بین جماعت ریگر که در بین مؤسسه ها این چاره‌بینی برگزار گردید. مؤسسه های تعلیمی رقم 40 39 38 خب مؤسسه رقم 23 خب در این چاره‌بینی فعالانه شرکت ورزیدند. از بین اینها مؤسسه رقم 4 مؤسسه رقم 10 سزاوار جای یکم گردید. خب ما با این خوانندگانی که در این وطن پرور فعالانه شرکت ورزیدند ما به آنها باز هم بردباری ها را تمنا داریم و همیشه با وطن مانند که وطن ما جمهوری تاجیکستان است ما افتخار میکنیم. در رفت آزمون وطن پرور شاگردان مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی رقم 10 و مؤسسه تعلیمی رقم 4 فعالتر بودند. همین بود که آنها بعد نتیجه گیری خالها سزاوار جای اول شدند. غالبان با تحفه‌ها سرفراز گردیدند.